پر افتخار مردم افغانستان است در برابر کفر و کمونیسم، تجاوز خارجی، استبداد داخلی و حداقل 9 سال دیگر در برگیرنده مقاومت مردم افغانستان است، عمدتاً در برابر زورگویی و تحجر. به این لحاظ برای مردم افغانستان با وجود مشکلات و دشواری‌های این سال بسیار عظیم که او را نمیتونیم نادیده بگیریم نیست که شعور سیاسی مردم بالا رفته. در طول این سالها با وجود همه ویرانی‌ها و تلفات و خرابی‌ها، مردم ما همین احساس مشارکت در امور سیاسی و سهمگیری در تعیین سرنوشت کشورشان این یک چیزی است که با وضوح دیده میشه. در گذشته‌ها ما و شما گرچه تعداد زیاد از برادران خارجی که تشریف دارن نسل جوان هستن، اینا حتما مطالعه کردن تاریخ کشور خود که در کشور ما مردم حتی ولسوال خود نمیشناختن، والیای خود اکثر مردم نمیشناختن، در مورد نظام و سیستم سیاسی حاکم اطلاع نداشتن. بغیر از یک دوران بسیار کوتاه و گذرایی که به نام دهه دموکراسی در تاریخ معاصر کشور ما یاد میشه، در باقی مراحل و ادوار تاریخی کشور ما به مردم نقش و سهم قائل نبودن. حتی لوی جرگه ها، ما لوی جرگه هایی را که داشتیم معمولا حکومت ها و والی ها و حکمران ها و ولسوالا افراد دلخواه خود میفرستادن و اونا به حیث بنام و به ظاهر به نام نمایندای مردم تصمیم میگرفتن و تصامیمشان هم چیزی بود که از قبل حکومت ها و دولت ها و پادشاه ها و سلاطین مشخص ساخته بودن و هیچ نمونه‌ای را ما سراغ نداریم که کسی توانسته باشه و یا جرأت کرده باشه در برابر تصامیم پادشاه ها و یا زمامدارا اظهار نظر بکنه. در این 2 سال اخیر یک فرصت بسیار خوب و مناسب برای مردم افغانستان بعد از تحولاتی که به میان آمد و توافقات بن، تشکیل اداره موقت، بعد اداره انتقالی، تدویر لوی جرگه، این بار اول بود که ما لوی جرگه اضطراری پارسال به صورت بسیار گسترده نظرخواهیات صورت گرفت. شما هم شاهد بودید در جمهوری اسلامی ایران برادرها و خواهرای مهاجر ما از اونا تا حدود نظرخواهی صورت گرفت در کشورهای دیگر در داخل مملکت ما، در ولایات و ولسوالی‌ها و حتی علاقه‌داری‌ها و این در تاریخ افغانستان بی سابقه بود. به همین ترتیب پروسه قانون اساسی که حالی که ما انشاءالله یک قانون اساسی جدید خواهیم داشت، این هم در تاریخ افغانستان بی سابقه است که به این پیمانه وسیع از مردم نظرخواهی صورت بگیره با وجود اشکالات و ملاحظات که هم در این مورد وجود داره. یکی از مسائل بسیار داودخانه، اما قانون اساسی نوعی میزان سال 43 رژیم سلطنتی که یک عمر نسبتاً طولانی داشت، هر دو قانون اساسی را فرق عمده و اساسیش با قانون اساسی جدیدی که قرار است تصویب و تصویب شود است که او قوانین اساسی در زمان رویش کار صورت میگرفت که یک نظام سیاسی حاکم موجود بود. مثلا قانون اساسی سال 43 ما، یعنی کمیسیون تصویب قانون اساسی و لویجبی که بالاخره او را به تصویب رساند، یک نظام حاکم که نظام پادشاهی و سلطنتی و موروثی بود، بر اساس روحی همون نظام قانون اساسی را اونا تنظیم کردن. به همین ترتیب قانون اساسی 5 هوت 55 داوود خان هم با یک کودتای نظامی 26 سرطان سال 52 که داوود خان به قدرت رسید، با اون روحیه همون قانون اساسی را کسانی که تصویب کردن و تصویب کردن چیزی به ذهنشان بود و میفهمیدن، حساسیت را هم درک میکردن و در اون چوکات مشخصی که برشان وجود داشت حرکت میکردن. اما قانون اساسی جدید افغانستان که این نظرخواهی ها در موردش صورت میگیره، فرق اساسیش اینه است که فعلا با اون صورت نه نظام شاهی و نه نظام جمهوری داوود خان وجود نداره. یعنی در این قسمت مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن که چه نوع نظام میپسندن، از این حتی اصول و کلیات و چارچوبایش از قبل مشخص نیست.
یعنی مردم افغانستان اگر بخواهند مثلا نظام پادشاهی، اگر بخواهند نظام جمهوری و اشکال مختلف. خب در قانون اساسی 43 که بر اساس نظام پادشاهی موروثی و در پی یک دوران مطلقیت شاهی مشروطه را پیش بینی کرده بود که نظر به گذشته‌ها جنبه‌های مثبت هم داشت که پادشاه ممثل حاکمیت ملی بود، دارای اختیارات و صلاحیت‌های بسیار وسیع بود و از جمله غیر مسئول با واجب الاحترام و تعیین صدر اعظم از صلاحیت‌های پادشاه، تعیین اعضای غیر انتخابی مشران جرگه، تعیین قاضی و قضات، تعیین قماندان‌های اردو و اختیارات و صلاحیت‌های در این حد و بدون از انصاف خواهد بود که به پهلوی مثبتش هم اشاره نکنیم که ایست که بر اساس قانون اساسی سال 43 محدودیت ها وضع شد. خاندان سلطنتی گرچه تعریف شده بود که خیلی وسیع بود، خاندان به شمول کاکا و پسران کاکا و دختران کاکا و ازواج و زوجاتشان همه را در بر میگیره. در حکومت بود، یعنی وزیر و اعضای مجلسین ولسی جرگه و مشران جرگه و ستر محکمه از شمولیت در احزاب سیاسی هم منع شده بود. خب به هر صورت قانون اساسی 55 داوود خان اگر ما یک نظر اجمالی و گزارا رو بیافکنیم، این قانون بر اساس ماده 40 سیستم یک حزبی را در کشور پیش بینی کرده بود که حزب نامش بود انقلاب ملی که او را بانی و پیشاهنگ انقلاب به اصطلاح ملی و مترقی 26 سال پیش میدانست. یعنی در یک کشور نظام یک حزبی پیش بینی شده بود و تمام به اساس ماده 46 تمام مردم افغانستان وظیفه داشتند تا به اهداف انقلاب 26 سرطان وفادار باشند. به همین ترتیب رئیس جمهور هم از حزب بود، خود رئیس جمهور معاونین خود از داخل از حزب باید تعیین میکرد و از همه جالبتر است که خواهش ما بازم از نسل جوان نیست که تاریخ معاصر کشور خود مطالعه کنند. ما زمانی میتونیم در مورد آینده کشور خود صحبت بکنیم و در مورد آینده کشور خود در تصمیم گیری ها تعیین شویم که یک نظری هم به گذشته داشته باشیم، ببینیم در کشور ما چی گذشته، برای کشور ما چی نسخه‌ای را تجویز کرده بودن در گذشته ها و اکثرا متاسفانه قضاوت های ما